سلام، ستاره قره‌باغ نژاد هستم. با معرفی گلبرگ برافراشته دریا اومدم و این کتاب نوشته ایزابل آلنده، ترجمه ماندانا قدیانی از انتشارات مهراندیشه. بین سالهای 1936 تا 39 در اسپانیا جنگ داخلی سختی در میگیره بین دولت جمهوری‌خواه و ناسیونالیست های راستگرا به رهبری فرانکو که در نهایت با پیروزی فاشیست ها جمهوری خواهان جان خودشون رو در اسپانیا در خطر میبینن و به یک مهاجرت و در واقع تبعید اجباری دست میزنن. شخصیت های این داستان هم از اسپانیا به فرانسه ابتدا مهاجرت میکنن و بعد از فرانسه به شیلی. در واقع کتاب به 3 بخش تقسیم شده. بخش اول جنگ و خروج مهاجرت، بخش دوم تبعید، عشق و سوء تفاهم ها، بخش سوم بازگشت ها و ریشه ها. هر فصل کتاب با یک قسمتی از شعر پابلو نرودا آغاز میشه و در واقع پابلو نرودا از شخصیت‌های کلیدی این کتاب و تاریخ جمهوری خواهان هستش، به واسطه اینکه ایزابل آلنده در واقع دختر توماس آلنده است. توماس آلنده پسر عموی سالوادور آلنده رئیس جمهور فقید شیلی بودن و پابلو نرودا در این حال که شاعر بود یک دیپلمات با نفوذی هم در شیلی بود از دوستان آلنده ها و در این کتاب هم ایزابل آلنده به خوبی موفق شده که تاریخ و مستندات تاریخی رو با خیال و داستانهایی که خلق کرده ترکیب کنه و شخصیت هایی مثل آلنده، سالوادور آلنده و به خصوص پابلو نرودا یک حضور کمرنگی در متن داستان هم دارن و یک دوستی با شخصیت های اصلی کتاب هم دارن و در واقع و در حقیقت خود پابلو نرودا نقشش نشون میده که چگونه وجود افراد روشنفکر، نویسندگان و فرهیختگان در سیاست میتونه که مؤثر باشه. زمانی که به دلیل این آنارشیست ها، سوسیالیست ها، کمونیست ها و در کل چپگرایان و جمهوری خواهان جانشون رو در خطر دیدن، اول که از اسپانیا به فرانسه مهاجرت میکنن، بعد مجبور میشن که کلن اروپا رو ترک کنن و اون زمان پابلو نرودا یک کشتی در اختیار اینها قرار میده که اینها بتونن به شیلی بیان، به آمریکای لاتین بیان و حدود 2000 نفر، بیش از 2000 نفر از نویسندگان، فعالان سیاسی، پزشکان و جمهوری خواهان در کل چپگراها موفق میشن که فرار کنن. داستان از جهات مختلفی قابل بررسیه. به لحاظ تا حدودی متن شاعرانه ای داره. اصلا خود گلبرگ برافراشته دریا توصیف پابلو نرودا برای شیلیه، از اونجا که شیلی یک نقطه نوری میشه برای آزادی خواهان، برای اونهایی که به مقاومت امید دارن، به اصلاحات، به تغییرات مدنی، به تمدن امید دارن. اینها به شیلی میان و میگه که شیلی یک گلبرگ بلندیه بر فراز دریا، یک گلبرگ برافراشته دریا ترجمه شده. ولی پرش های زیادی در داستان هستش، از اونجایی که روابط عاطفی و رمانتیکی در داستان اتفاق میفته، اما ایزابل آلنده در اونها خیلی غرق نمیشه. بیشتر این یک طیفی رو در اختیار خواننده قرار میده از ایدئولوژی ها، از طبقات اجتماعی و از اتفاقاتی که میفته و در واقع
شخصیت ها رو به گونه چیده که ما تقابل و تضاد رو میبینیم که خیلی شبیه جامعه امروزی خودمونه که قشر فرهیخته، قشر روشنفکر، قشر تحول خواه که اینها عموماً جمهوری خواه هستند و در تنگنا و سختی قرار دارند، تحت شکنجه، آدمربایی، کشتار، زندان و محدودیت ها و مشکلاتی هستند که ناسیونالیست های فاشیست بهشون تحمیل میکنن. و از اون طرف میبینیم که بخش دیگه در واقع کتاب به نوعی به دو نیم تقسیم میشه. نیمه دوم اینه که نشون میده که این فرار از فاشیسم در شیلی تموم نمیشه و بعد از یک زمان خیلی کوتاهی دوباره میبینیم که فاشیست ها و ناسیونالیست ها در شیلی هم علیه حکومت علیه جمهوری سالوادور آلنده کودتا میکنن، به پیروزی میرسن و تمام اون جریان شکنجه، خفقان، استبداد، آدمربایی، اعدام، تمام اون داستان‌هایی که این کاراکترها در اسپانیا تجربه کرده بودن دوباره در شیلی براشون تکرار میشه. در واقع این کتاب داستان رنج تجربه تبعیده، رنج نبود آزادی، خفقان و فاشیسمه که و بعد نشون میده که این اکثرا طبقات مرفه در شیلی ناسیونالیست هستن، اینا محافظه کار هستن، با هر گونه تحول و اصلاحات اجتماعی و سیاسی مخالفت میکنن و طرفدار راستهای افراطی هستن و این تضاد و تقابل رو بین شخصیت ها میبینیم که چجوری دوستی ها، خانواده ها و زندگی ها رو هم به هم میزنه. از لحاظ کاراکتر بندی شخصیت ها، از لحاظ فمینیسم هم خیلی این کتاب قابل تحلیل به نظر من. شخصیت زنی که در داستان هستش ابتدا دختر متوسط و عادیه که وابسته است، ولی در طول داستان تبدیل به زن قوی و مستقلی میشه، یک ازدواج سوری میکنه. در این حال آلنده نشون میده که روابط عاطفی و قوی و معنادار بین انسانها فراتر از روابط جسمانی و هیجانیه. گلبرگ برافراشته دریا کتاب با ارزشیه و پیشنهاد این دفعه منه برای دوستان. خوش بخواین.